دادگاه نویه مرکزی شهر چلیابینسک روسیه روز 2 نوامبر سال 2023 شهروند ازبک زبان تاجیکستان رسول شرماتوف را در قتل معشوقه سابقش اکسانه گناهکار شناخته به 9 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. گفته می شود که شرماتوف شبانه در یک پیوخانه در کوچه انتوزیاست‌ها با مرد دیگر او را دیده از رشک او را کشته است. ناتالیا مامایوا یاور ارشد داستانی ولایت چلیابینسک در پی صدور حکم دادگاه گفت دلیل های به دادگاه ارائه شده کافی کرد که شهروند خارجی گناهکار شناخته شود. او 9 سال حکمش را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. بر علاوه او باید به دختر زنی کشته شده همچون تاوان 1.5 میلیون روبل پرداخت کند. حکم شرماتوف هنوز قوه قانونی نگرفته است. رسول شرماتوف از ازبک زبانهای نویه 8 بوده در چلیابینسک یک بریگاد کارگران ساختمان را رهبری میکرد. خود او و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه معین کرده شده است که شب 5 آگوست سال 2023 رسول شرماتوف خبر یافته است که معشوقه سابقش اکسانه در یک پیوخانه در کوچه انتوزیاست‌ها با یک مرد دیگر ملاقات دارد. او در حالت مستی بین پیوخانه آمده در حقیقت اکسانه را همراه یک مرد دیگر دیده است و از غایه رشک از موی سری او کشیده به بدنش چند ضربه کار زده است. زن 41 ساله که از نویه گردن و قفس سینه‌اش دست کم 6 ضربه کورد خورد در بیمارستان جان داد. به گفته شاهدان مردی که با اکسانه آن شب ملاقات داشت برابر از جیبش کورد را بیرون کشیدن رسول شرماتوف از پیوخانه فرار کرده است. شرماتوف هم بعد جزا دادن معشوقه سابقش از آنجا فرار کرد، ولی الکی بعد چند ساعت شخصیت او را معاین و خودش را دستگیر کردند. از روسیه هر سر چند وقت درباره مناقشه‌های خونین مهاجران با معشوقه های روسشان خبرها به دست میرسند. در این اواخر یکی از قضیه های اصلا پر سر و صدا از این زمره پرونده خوشنود امرویف بود که ماه ایول سال 2022 در نوسیبیرسک دوست دختر سابقش را که همگی 17 سال داشت با 17 ضرب کارد به هلاکت رساند. همرویف در فروشگاه ماریا در نزدیکی بازار خیلوق بیس گروش کار میکرد. او در یک جلسه دادگاهی به خبرنگاران گفت اناستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است، ولی حالا از کاری کردهش پشیمان است.